در یک قریه یک اوقی بود که او را مردم افسقال میگفتن. کدام روز کله یک گاو در یک دیگ گلی بند مانده بود. هرچی که میکرد خدا کله خدا کشیده نمیتونست. صاحب ازی رفت پیش از افسقال صداش گفت که کوکو افسقال کله گاو من در دیگ بند مونده، یک راه خوب بسن بیا همورا بکش. افسقال گفت که خو اینم آمدم. خو افسقال می دور دیگ میگرده که مردم هم استاده هستن، میبینه میگه که برای قصاب بیاری برین. مردم رفتن قصاب آوردن. گفت که بگی کله گاو بپران ببره. قصاب گرفت کله گاو برید و باز کله گاو در دیگ من ماند. صاحبش گفت که افسقال صاحب چی کردی؟ اینه باز کله گاو مانده دیگ. افسقال گفت خیره من یک راه دیگه هم میسنجم. دور باز گشت. گفت که برین یک سنگ کتر را بیارین. سنگ آوردن. گفت بشکنانه همی دیگه. خب مردم دیگه شکستاندن و کله گاو کشیدن. دیگه وقت افسقال شروع به گریان کرد که صاحب گاو چی میگه؟ کوکو افسقال گاو از من مرد، دیگه از من شکست، تو چی گریانش داری بگو نه. افسقال چی میگه؟ من به این خاطر گریان دارم. خب من با حال شما دلم میسوزه. اگه من نمی بودم چی میکردین شما؟